یا فروشندگی یا قفونداری بود. این نمونه کاملا شبیه یک قفون که باهاش یخ میکشیدن یا میوه میکشیدن در میدونها. بار رو توی این کفه می‌ذاشتن، بار رو توی این کفه می‌ذاشتن و توی این قسمت دیگرش وزنه می‌ذاشتن. یه نوع قفونی بود که قابل استفاده بود و این وزنه رو اینقدر این ور اون ور می‌کردن تا این توازن برقرار بشه. به وسیله اون می‌تونستن تشخیص بدن که این وقت چقدره. کم کم این وسیله توزیع به صورت یک اسباب بازی در اومد بین پسر بچه ها و گهگاهی پسر بچه ها خودشون از این اسباب بازی استفاده می‌کردن. بازی که دیگه از بازی‌هایی که تو همین زمینه‌ها بود که شغل اکثر پدرها در گذشته یا خرید و فروش بود و یا اینکه یه چیزی تولید می‌کردن. خرید و فروش معمولاً بیشتر به وسیله ترازو و سنگ ترازو و غیره انجام می‌شد. این هم یه نمونه خیلی قشنگ و زیبای ترازو هست که از مس ساخته شده و کار یک کارگاهی هست. دارای دو کفه ترازو هست که توی یکیش سنگ می‌ذارن، توی یکیش هم جنس می‌ذارن و باهاش می‌تونستن بکشن. الان من اسباب بازی‌های متفرقه در توضیح میدم. دیگه دسته‌بندی نشده به خاطر اینکه تیکه تیکه هست، مگر اینکه اسباب بازی‌های دخترانه که در یه زمینه خاصی من صحبت خواهم کرد، اینا متفرقه است. من دو نوع سطل ساختم و یه بیلچه که بچه‌ها باهاش بازی می‌کردن. در قدیم ما با ماسه بلد نبودیم بازی کنیم، با خاک بازی می‌کردیم و البته خاک‌ها بسیار آلوده بود، ولی به هر جهت جزو بازیامون بود، خاک بازی و گل بازی که با همین سطلایی که ما از شاپ العظیم برامون می‌خریدن آب می‌کردیم، تو گلا خاکا می‌ریختیم، گل می‌کردیم و با این بیل‌ها اینا رو به هم می‌زدیم و گل بازی می‌کردیم. اینا دو تا راکت پینگ پونگ هست. تا سال 1323-24 ما نمیدونستیم که پینگ پونگ چیه. اولی بار شاید پینگ پونگ در ایران آمد، در تهران وقتی آمد در مدرسه امریکایی، مدرسه کالج امریکایی ها که الان تو خیابون انقلاب هستش متداول شد. میز پینگ پونگ آوردن و اونجا بازی کردن. بعداً این میزای پینگ پونگ در بعضی از مدارس دبیرستان‌های بزرگ تهران آمد، من جمله دبیرستان دارالفنون آمد که من اون زمان مدرسه دارالفنون میرفتم. سال 1924 25 26 مدرسه دارالفنون میرفتم. اونجا من میز پینگ پونگ و راکت پینگ پونگ دیدم که من عین اون رو ساختم. ولی توپ پینگ پونگ بسیار گران بود و از عهده بچه‌ها برنمی‌آمد که بخرن، حتی راکتش رو برنمی‌آمد بخرن. نجارها این رو ابتدا می‌ساختن، بعد خود بچه‌ها شروع کردن به ساخت راکت و توپش هم از همون توپایی بود که با لاستیک می‌بریدن، می‌پیچیدن دور هم دیگه و بازی می‌کردن، روی هوا بازی می‌کردن. میز پینگ پونگ که وجود نداشت، توپ رو همینجور می‌ذاشتن رویش و این رو بالا پایین می‌انداختن. من دو نوع عروسک ساختم که به این عروسک ما میگفتیم شیطونک. تاریخ ساخت این شیطونک ها خیلی جالب بود. شاید سال 70 سال قبل، شاید هم بیشتر 75 سال قبل، یعنی
زمان سلطنت رضاخان پهلوی. زمان سلطنت رضاخان پهلوی آلمان ها اومدن در تهران یک مدرسه صنعتی ساختن به نام مدرسه صنعتی آلمان. رشته های مختلف صنعتی داشت، ماشینالات بود، از موشک نجاری و چند نوع دیگه که بچه های اولین بار من دست بچه های همین دبیرستان هنرستان صنعتی من دیدم که بوده 70 سال قبل، دیدم که این بچه ها یک چیز ساختن و دارم بازی میکنن. ملاحظه کنید این با میله حرکت میکنه. نوع دیگه بود که این رو به وسیله نخ حرکت میدادن. همین کار رو میکنه، منطقه وسیله نخ که از بالا میکشتن این رو